پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته بهترین عمل در اسلام همینه که نماز در اولی وقت کسی بخونه. کسی در اولی وقت نخونه وای بر حالش. هممون این مشکلات داریم. هر آدم بامداد همون روز نخونه، شما نگاه کنین که زندگیش معنی نداره. هر مسلمان بامداد چه روز قضا کنه تو بگر مشکلات داره. بامداد چه قضا کنه دیگر نمازاش باور کنه همه ماشین قضا میروه. برکت نماز در بامداده. کسی که این کارا رو مسلمان میفهمه. حتی خداوند در قرآن بامداد برای ما تعریف میکنه که خواندن قرآن در بامداد دیگر قرآن است. چی با فضیلتی وای دیگر، برکتی وای دیگر. شما حال مسلمانای چرا اهمیت میتین؟ میخوای که آخری کار به معنی شوی دنیا مومن روی، مسلمان روی، شرمنده نشوی، قرضدار نشوی، به معنی نشوی، نمازا را کوشش کن در وقتش خون. در عهد حضرت عمر یک جوان یک دختر را عاشق میشوه، میبینم حضرت عمر مجبور میکنه که اسخولی میکنی، تو خلیفه من در میتیم. میگه 40 روز ایقافم نماز فرض میخونی 5 وقته، روزی 41 میریم. 40 روز از خفای حضرت عمر اما الله اکبر دریو میکنه و میخونه، روزی 41 میگه بچه‌م اسخولی میره، میگه نمیرم. تو 40 روز پیش گفتی میریم کو؟ گفته حضرت روزی 40 دیدم که همون دختر لایق من نیست، خیلی ایرام که بیرون نگفته بچه‌م فهمیدم که من همین دیده بودم، گفتم بیا من در تعمیر نرم اسخولی. هوای در تو نمیشه. اجدادان و اولادان نسبان در تو خوب نیست. چرا امروز ما پیشپا میخریم این کارا رو رعایت نمیکنیم؟ ما نماز در وقتش خونیم که ما انسان شناس میشیم، آدم شناس میشیم. آدمای پیش صنف 4 و 5 خوندن، نماز که در وقتش میخوند بابا و پدرای ما چشم تمیدیدن میشناختن تا هیچی نداشت، یاد کدمن داشت بیچاره در زمین ده بود، لیکن نماز رو در وقتش میخوند، همین به یک نظر میشناخته که همین خیلی بچه ما میره میگیری، همون کلی نره که میآورد 10 فرزند میکرد خونه رو آباد میکرد. هم خیلی است یا نه؟ امروز همش برادرها رسواگی همینه. کسی نماز خداوند در قرآن کتاب میگه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتابه. یکم کتاب هوی میکنی مقدمه داره، ورق میزنی باب یکم داره، باب دوم داره، باب سوم، باب چهارم داره، با تمام میشه. نماز هر یک رکعت یک بابه، آخرش با دعا تمام میشه خاتمه یو. نماز کتابه. هر کسی یک نماز به معنی خونه یک کتاب خونده. این چرا آدمای به ایمان میفهمند؟ برای مردم به ایمان و برای مردم این چرا خبر نداره غیر رنگ افسانه چیزی نیست. ما مسلمانیم، مسلمان باید فکر کنه چیوره. دیمش نماز در وقتش خوندن، این در حیات ما تاثیر کلان داره بسیار. هر کسی غم نماز میخوره خدا غمی وی میخوره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته که 3 حالت آدم نمک ایمان میچشه. گفته کدام حالت؟ همون وقتی نماز میدروه این دکوره همین بدنش جوشیده است که هدک نماز ما جوی نماز میکوه، نماز ما در جا همین دوا کشو تا نماز جا کوفته خوندنش همینجا مزه ایمان چشیده است. دویم توبه کردگی گناه دا دعوتش میکنن، دوباره دوزخ تا میبینن، میگه من توبه کردم، من نمیتونم میکوره کرد دیگه، من نمیرم میکردم. همون محیط همون رفیقاش برده سیانشه این همین بدنش شیخشه که من نمیکنم میکوره دیگه، من کردن نمیرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که این آدم ایمان جوشیده است، نمیمونش همون ایمان. برای همین خداوند اولی کارو رو نه عاقبت کارو رو بخیر کنه. دختر شو میتی خداوند آخرش بخیر کنه، بچه را زن میتی بخیرش کنه، حج میکنی آخرش خدا بخیر کنه، مسلمانیم آخرش بخیر کنه، تجارت زراعت سر میتیم آخرش خدا بخیر کنه. همین روز شب معراج، ما در معراج قرار داریم. این شب پیغمبر خدا آسمان دنیا تماشا رفتیم، یعنی که پیغمبر برآمدن نزد خدا رفتن. معراج بسیار گوش کردگی ایشانا از داملاها از بزرگا درباره معراج فهمیده گوش کرده، خیلی معلومات هم داریم. معراج این عقیده ای، هر کسی معراج در عقیده نداشته باشه ای دین میبروید. اگر همین رفتن پیغمبر به عالم بالا و پیش خدا و جنت و دوزخ دگو اوسانه ای دین میبروید. برای احتیاج دادن در کاره این ایمان آوردن در کاره که پیغمبر ما فیلم قیامت همون شب دیدن، پیش دیدن. باید ما این ایمان بیاریم. هر یکی ما و شما ایمان داریم رسول الله حقه، گفتارشان حقه. همین معنی معراج همین است که میگن کی رفت او بر اومد. اگر پیغمبر در باور داشتگی باشه رسول الله رفت.
یا آدم کی رفته او برای دیده اومده که این گپ میزنه شما؟ اگر ایمان داشته باشه حضرت پیغمبر ده، پیغمبر رفت اومده میشه. یکتاش همینه. دویمش همون چیزایی که پیغمبر وعده میداد رفت با چشمش دید اومد. سومش همه پیغمبرها قدی واخورد ایمامشان شد، پیغمبرها تصدیقش کردن که حق پیغمبری در وقتی زمانش هم گفته بودن. این کار در عالم بالا رفت دید آمد بر روح و جسم زمین در فرآمد. در معراج بسیار مسائل را حضرت بیان کرد. مسئله معراج سوره و نجم در قرآن که معراج رسول اکرم، جایی که رسول الله او شب رفت یگان مخلوق رفتگی نیست، یگان مخلوق اونجا در نرسید. ما امتی انمیخل پیغمبریم. یک چیز مهمه، ما روز قیامت در اطراف انمیخل پیغمبریم که معراج کرد آسمانه زمین دا اومد. دویم مسئله همین است که خداوند عاقبت هر یک کار به خیر کنه. همین کار آخر شدیدن در کار. یکی از بزرگا گفته که اولین خشت مهمه، یکی از بزرگا گفته نه آخرین خشت مهمه. چی با خداوند آخری کار به خیر کنه. بعضی آدما اول خشت کجاله موندن، آخر ده آدمای بزرگ شدن. زندگی نامه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عمرو ابن عاص، ابو سفیان، حضرت معاویه، همینا رو ببینید که در ابتدا همشون دشمن رسول اکرم بودن، اما ساعتش آمد مسلمان شدن، به کدام درجه رسیدن. در اسلام آخر خیش مهم بوده. هممون در ابتدا کجله بودیم، کارهای به معنی کردیم، دیگه روز فهمیدیم بازگشت کردیم. عاقبت به خیری چیزی مهمه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتیان که چی عمل دوست می‌داری حضرت؟ گفته است که خداوند آخری کار خوب کنه. برای همین همیشه آخری کار فکر کردن در کار. یک چند چیزا بوده است که آخری کار خوب می‌کرده. یکمش دعا بوده. امام غزالی گفته است که در هر کسی را دیدم دهنکی غلطید، هر کسی را دیدم بلند شد گفته ای قفاش دعای پدر و مادر بود. همین دنیا دا دعا تأثیر کلان داره. برای همین ای آدمای با تقوا، ای آدمای مظلوم، ای آدمای فقیر، ای آدمای دلشکسته دعا گیره، دعاشون قبول ای برای آخری کار. دعا آسمان گریان میکنه، دعا عرش خدا را میجمه. ما و شما باید در مسئله دعا به نهایت احتیاطکار باشیم. پیغمبر ما زیاده از 60 جای قرآنش کلمه دعا آمده، ربنا ربنا ربنا. حضرت دعاها را دوست می داشتن. یک تاش کلمه ربنا آتینا فی دنیا حسنتا بود، همین دعا را دوست می داشتن. حضرت در بسیاری حدیثاشون اشاره کردیان که من دعای اهدنا الصراط المستقیم دوست می دارم، خدای من برای رو هدایت کن. حتی پیغمبر خدا بعد هر نمازشان همین دعا را می خوندیان. کدام دعا؟ خدایا این صلاتی نمازم و نسوکی قربانیام و حجم و محیای زندگیم و مماتی مردنم همش برای تای، مرا مرگ مسلمان ته. برای همین دعا کنیم که خداوندو ما را مرگ مسلمان ته. بسیاری آدم ها به زیر میمورن، در یک حالت میمورن که به شهادت میرن، در معصیت میرن به حد. ما در این شهرها بسیار مرده ها را گور کردیم و دیدیم، مرده های را یافتیم برادرگه پنجه خاکستر یافتیم. شما شاهیده. من همین در همین گچی نبود، یک مقصد فابریکه بود، یک زوادی بود که مقصد در همون خاکه پرخ بود کفید. ما رفتیم در همونجا چند تا مرده ها را چند یک کندچه یافتیم. شما شاهیده این کار در ترکیده بود. یعنی می خلق مرده ها یافتیم. یک جای تعجب و توبه. دعا کنیم که خداوند ما را این دنیا مسلمان بره و درست به همین بدنی درست ما را این دنیا بره. عاقبت کار خدا به خیر کنه. آخری کار چیزی مهمه. یک درباره آخری کار یک صحبت از مثنوی شریفه حضرت رومی در بحثش میبیاره، درباره آخری کار یک بحث کلام میبیاره و میگه آدم همون روزی که به دنیا میبیاد خشت اول، کودکی، باغچه، مکتب، جوربازی، کلان، جوانی، دانشمندی و میبی آخری کار، همه همینا را در داخل یک کیسه‌چه کرده محکم کرده موندگی بوده. یک کیسه‌چه کرده محکم کرده موندگی بوده. همون کیسه‌چه رو هوی میکرده که دوره مکتب،
اینشا هوی میکره که میانه مکتب تمام شوی همین خیلی دانشگاه آخران کیسه در درش همین موندگی بوده است همون انسان هوی میکرده ایدرنش میگرفته میخونده که نوشتگی بوده در همونجا که همش هیچیه برادرو هر یک فیلم آخرش هیچ تمام میگه زندگی ما هم یک فیلم های بدی ها نکی ها پسی ها بلندی ها یه روز هیچی مکتب بچه بودیم دانشجو شدیم اویلدار شدیم خاندار شدیم نبیردار شدیم کلان شدیم یک روز آخران کیسه رو هوی میکنیم هیچی میریم خوشا به حال آدمایی که پیش هیچی فکر کنه هیچی های همون روز نشو هوی کنیم که هیچی بوده و دیر شو که هیچی نداریم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین ارواح شمرم که چگونه یک شخصیت بزرگم عاقبت کار یکش به دعا بوده دعا تأثیری کلان داره حتی که بین در آیین یهود یک دیواری هست با نام دیوار ندبه هم خیلی دیوار داره ندبه همونجا برای خط میمونن که تا چه شد پیش همین دیوار میرن گریه کردن میگیرن دیدگی هم در خود زمین فلسطین همون دیوار ندبه یعنی که همون به معبد سلیمان که در تگ زمین هم رفته رسیدگی همونجا خط خدا میخونه گفتن خیلی خرافات افسانه ها دارن همونجا میرن دعا میکنن در آیین یهودیت که زیرکترین مردمان دعا میکنن خودتون میدونید که چقدر زیرکن با میرن دعا میکنن اما دین ما دعا عبادت های دعا کنیم که خدا عاقبت کار به خیر کنه فرزندامون برای راست هدایت کنه زنامون توفیق ده این چیزی به حد مهمه شما میدونید که یک مدینه یا زن یا اولاد شرمنده میکنه یا بیرحه باشه یا اولاد مردکش گاو زدن نمیتونه ما در سطح مجلس این کارو شنیدیم برای خداوند همین دخترای ما را موده های ما را برای راست هدایت کنه توفیق شون ده دویمین چیزی که عاقبت کار را به خیر میکرده آخری کاری ما را خوب میکرده نماز در وقتش خوندن بوده کسی نماز در وقتش میخونه پیغمبر خدا کدام عمل بزرگه که در زندگی ما معنی داره زندگی ما را خوب میکنه از صلات وقتی ها نماز در وقتش خونه کسی نماز در وقتش نمیخونه کارش معنی نداره نماز در وقتش فرضه نماز در وقتش فرضه این همش گپه او آخری وقت انا گذراندم این زیاد شدنگیر آخری وقت آدم با منافق میشوه نماز در وقتش فرضه انا میجا مسلمانی معلوم میشوه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون سوره آیت الذی دوزخ باد بر اون نمازخانه کدام نمازخانه همون نمازخانه‌ای که نماز وقتش گذرانده میخونن این نماز میدره به مخزی نمازش میخونه اشاره داریم که کسی نماز در سری وقت میخونده خدا در تمام کارش برار میداده کسی اگر 40 روز تکبیر شقتی تکبیر امام دراز میکرده 40 روز الله اکبر امام قتی الله اکبر دریاب میکرده پروردگار نمک ایمان میچشونده شه امروز الله اکبر امام موندگی امام یه رکعت تمام میکنه مردم گپ زدن ما خودمون اهمیت نمیتیم چیورا این یک کارایی هسته که به حد در زندگی ما رول بازی میکنه همه چی باشه دمجه سشاق نباشه همه چی باشه کورچه نباشه یا چیزی هست رول بازی میکنه چون مهمه ماشینه هسته نه که سوزانک نداره کی در کار ماشینه این چیزای هم خیلی یک چیزای نازکه این نماز در وقتش خوندن در کاره نماز در وقتش فرضه کسی نماز در وقتش خونه سوداش هم میچرخه تجارتش هم میچرخه زراعتش هم میچرخه زندگیش پیش میره دعا میکنیم که خداوند دکان را برکت ده از آفات و بلاها محفوظ داره این ماه رجب قبول کنه این خیر قبول کنه این برادر ما محمد علی را فرزنداش عمری دراز تنی صحت خاطر جمع دکانش فیض برکت ده این مومنین خدا دست برداشتن خدا فیض برکتشون ته گذشتهاشون رحمت و مغفرت کنه عاقبت کار ما را خدا بخیر ایمان ما را به سلامت کنه آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت